همچو زن با عفت و با عار نیست. دار نیکش لایق آزار نیست. زندگی را زن تجلی می دهد، جمله انسان را تسلی می دهد. چون سراپا غرق انوار است زن، شمع روشن در شب تار است زن. زن عجب زیبنده هر محفل است، زن چراغ روشن در منزل است. یار زن، محبوب زن، نایاب زن، در طبیعت گوهر پرتاب زن. کل بانوان تاجیکستان و مادران عزیز، بهترین دارو شیر سفید مادر است. بهترین لحظه خوشبختی در آغوش مادر بودن است. بهترین صدای دلنشین صدای الله مادر است. و بهترین راه خوشبختی و موفق گردیدن گرفتن دست دعای مادر است. عیدتان مبارک باد کل مادران و بانوان.